نگاه میکنم دردمو فراموش میکنم. اسما کی میدونه این همه سال به چند تا زن این حرف رو زدی؟ خوشم میاد نسبت بهم غیرتی میشی، ولی دیگه این همه حسرت کافیه. با پادشاه حرف میزنم، نیتم ازدواجه و میگم بهش. نمیشه، هنوز زوده. یه کمی دیگه فرصت بده بهم. دیگه منتظر چی باشیم اسما؟ اینجا چی کار میکنی؟ نکنه تو صداشون زدی اسما؟ بازم داری بازی میکنی؟ نه من صداشون نکردم، ولی حدس میزنم کی صداشون کرده. والدم. چه تصادف جالبی. چی کار دارید اینجا؟ اومده بودیم هواخوری، تصادف دیگه. اینقدر راه رفتیم که خسته شدیم. یکم بشینیم گلفدان. ما هم با اسما سلطان هم دیگه رو دیدیم، نشستیم حرف زدیم. با اجازتون من میرم. روز خوش. نه نامیک باشا، شما که دیگه غریبه نیستید. یکمی دیگه بمونید. پس یکم دیگه میمونم. چی کار کردی؟ حلش کردی؟ چرا اینطوری حرف میزنی انبر؟ آخه این موضوع نیکولای، اگه کسی بشنوه به گوش پادشاه برسه، به گوش پادشاه هم برسه، اصلا خوب نمیشه. میدونم. من شب که میرم برای تدریس همه چی رو به پادشاه میگم. مطمئن باش. اگه جز من کسی ندیده باشه تا شبم منتظر بمونی اشکالی نداره. سلطان هوشیار موقعی حرف زدن ما رو دید. چی؟ گفتم دوست خانوادگی مونه. خب دختر سلطان هوشیار پی این کارو ول خب نمیکنه چی کار که. کنم؟ پادشاه داره برمیگرده قصر، برو منتظرش بمون و بهش بگو همه چیزو. زود باش گلزار، کجا موندی؟ سلطانم هنوزم به خطاطی ادامه میدین؟ بله، بعد از درسام اگه وقت داشته باشم ادامه میدم. عالیه، خیلی مهارت دارید در این باره. چند وقت پیش خطایی که سلطان گلفدان نوشته بود و دیدم، واقعا شایسته تقدیره. واقعا خیلی خوبه. لطف دارین پاشا. نامیک پاشا، گویا شما کاری داشتین. حق با شما سلطانم، خیلی کار دارم. با اجازتون. بفرمایید. گلفتون پاشو، مگه اومدیم واسه نشستن؟ منم میخواستم قدم بزنم. تا کالسکه همراهیتون میکنم. چه نیازیه گلفدان؟ بعداً با هم قدم میزنیم. من الان میخوام قدم بزنم. بفرمایید سلطان. عمه جان خیلی کار خوبی کردیم این قرار رو گذاشتیم. خب سلطانم، ازدواج نزدیکه. هیجان داری؟ حالا که پرسیدین بگم خیلی هیجان دارم. قلبم مثل پرنده میخواد پر بکشه. سلطانم آدمای خیلی کمی هستن که قلبشون مثل شما پاکه. ایشالله خیلی خوشبخت میشی. انشالله شما هم. ممنونه. من از همین اول بگم زیاد اهل عروسیای مجلل و جواهرات زینتی نیستم. مهم خوشبخت بودنه. البته مهمترینش اینه. البته نظر شما هم مهمه. مثلا چه جور عروسی دوست دارین بگیریم؟ من فکر نمی کنم پادشاه در این مورد نظر منو بپرسن. هر طور که خودشون صلاح بدونن همونطور میشه. بله درست میگین. نمیشه تو کار پادشاه دخالت کرد. عمه جان ما کار درستی نکردیم اومدیم اینجا. خودتون ما رو دعوت کردیم ولی ناراحت به نظر میرسیم. نه، برعکس خیلی هم خوب شد. من همینجوری نگرانم، دارم نگاه میکنم. به نظر من که چیزی برای نگرانی نیست. نگاه کنید مثل قمریا دارن با هم حرف میزنن. ایشالله به زودی به هم برسن. در مورد این چیزا توی وقت مناسب مفصل صحبت میکنیم. با من؟
البته که با شما. به نظرم اینا رو با آقا موسا حرف بزنید بهتره سلطان. این نظر منه. آقا موسا؟ به نظرم اینجوری بهتره. روز خوش. روز خوش. آخه برای چی باید با موسا حرف بزنم؟ اون از عروسی و لوازم چی میفهم؟ سرورم، بگو معلم. میخواستم با شما راجبه یه چیزی حرف بزنم. خیلی خوب، ولی الان که خیلی کار دارم. شب که اومدی برای درس حرف میزنی. اطاعت سرورم. کجا مونده بودی گلزار؟ سلطانم، بدون اینکه هیچی گیرم بیاد داشتم می اومدم تا اینکه با یکی از همسایه هاش روبرو شدم. خب گلزار برو سر اصل مطلب. امروز اون پسر نیکولای که اومد قصر نامزد آنا بوده. نامزدش بوده؟ آره. وای کبوتر، یعنی پادشاه اینو بشنوه چی میگه؟ همونطور که دستور دادین به یانیچری خبر دادیم سرورم و به امید خدا فردا مجلسمون شروع به کار میکنه. عالیه. ریاست مجلس به عهده توی پاشا. اطاعت میشه سرورم. شما تو مجلس شرکت نمی کنید قربان؟ نه، شاید اگه من شرکت کنم مخالفا نتونن نظراتشون رو ابراز کنن. به خاطر همین من شرکت نمی کنم. هر طور صلاح میدونید سرور بزرگوار. یادت باشه پاشا، همه ی نظراتو گوش میکنی و با روی خوش استقبال میکنی. همه باید حس کنن که جدی گرفته میشن. این مجلس مشورت برای ما خیلی خیلی مهمه. به روی چشمانم سرور بزرگوار. قطعا کسایی پیدا میشن که مانعمون میشن. به هیچ کدومشون نباید فرصتی بدیم. والا هر کی هر چی میخواد بگه به این علما افتخار میکنه. واسه چی آقا خلید؟ واسه چی؟ از اینکه با ینیچری جاهل و علمای رتبه پایین تو یه میز نشستن و هم فکری کنن ناراحت نمیشم. واسه اون اگه پادشاه اینجوری صلاح دونستن خب حتما دلیلی داره. ناراحت نمیشیم قطعا. عالم بودن آدم و اینجوری متواضع میکنه. اگر نه شما یه عمر علم و تجربه کسب کردین بعدش بیاین با یه عده جاهل بحث کنین چیز معقولی نیست. والا منم بهم بر میخوره ولی خب کاری از دستمون بر نمیاد. اگه میشه بر نیاد قطعا بر میاد. تو همون مذاکره اول نشون میدین چقدر میدونین. این جماعت جاهل حرف مفت زدن رو دوست دارن. سازو گرفتن دستشون. حالا وایسین تا نوبت به شما برسه. اون وقت ما هم نمیذاریم حرف بزنن تموم میشه میره پی کارش. انشالله که حالتون خوب باشه والدم. خدا رو شکر یکم بهترم. استراحت بهم کمک کرد. همین که بهتر شدی تو کارهایی که بهتون مربوط نیست دخالت کردی. منظورت چی هست ما؟ من کل روز تو خونه داشتم استراحت میکردم. چی کار میتونستم بکنم؟ تو خیلی خوب میدونی چی کار کردی. فکر کردی نمیفهمم؟ به اسم من واسه یه دخترها نامه فرستادی که بیان جایی که من و نامیک پاشا قرار گذاشته بودیم. نمیدونم از چی داری حرف میزنی. نگاه کن، باز تپش قلب گرفتم. بهتره یه کمی دیگه بخوابم. والده یه بار دیگه همچین کاری بکنی خفت میکنم. علما همشون ناراحتن از این موضوع. میگن ینیچری گروه جاهلیه. چه نیازی هست به حرفاشون گوش بدیم؟ پس اینجوری میگن. اونا کیان مگه؟ یه چیزی به این علما میگم یه عمر اونا حرف زدن ما گوش کردیم. یه بارم ما میخوایم حرف بزنیم تحمل شنیدن ندارن؟ نمیخوام بشنون؟ ها؟
ذره واسه شما ارزش قائل نیستم. آقا خالد، تو اصلا نگران نباش. ما بلدیم کاری کنیم گوش بدن. اگرم گوش نکنن اونجا رو واسه شون جهنم میکنیم. خیر انشالله. حالا ببینیم چی میشه. اون موهای طلایی که پریشون میشن سینم شکافته میشه ای پری روی. گونه های نرم و لطیف و چشمهای رنگیت سینم و میشکافه ای پری روی. نسیم گیسوی مثل عنبرت که جگر رو میسوزونه. موهایی که روی صورتت میفته سیاهی ها رو میپوشونه. سینه من رو میشکافه ای پری رو. بیا تو. سرورم، سلطان هوشیار اجازه ملاقات میخوان. الان درگیرم، بگو بعدن بیا. منم همینو گفتم، ولی گفتن موضوع فوق‌العاده حیاتیه. باشه بیا. سرورم. هوشیار خیره؟ خب بگو ببینم این موضوع فوق‌العاده حیاتی چیه؟ در مورد یه موضوعی که میدونم دوست دارید بدونید میخوام باهاتون صحبت کنم. چی کار کردی کبوتر؟ تونستی حرف بزنی با پادشاه؟ متاسفانه نتونستم حرف بزنم. باشه اخم نکن، جای نگرانی نیست. دستور دادن که الان بری پیششون و بهشون بگی. چطورم؟ سرورم میدونم که به تعلیم و تربیت بچه هاتون خیلی اهمیت میدین. همینطوره. واسه همین خیلی نگران شدم وقتی این خبر رو شنیدم. کدوم خبر؟ در رابطه با خانم معلمه. فکر کنم یه معلم جدید باید پیدا کنیم. این دیگه از کجا در اومد؟ بیا تو. ببخشید نمیدونستم که کار دارین. من بعداً میام. نمیخواد بری، در واقع اومدنت خیلی هم خوب شد. منم داشتم به پادشاه در مورد اتفاقاتی که راجع به تو پیش اومده توضیح میدادم. بگو هوشیار، گوشم با توه. سرورم، نگو معلممون میخواسته ازدواج کنه و از قصر بره و خبر نداشتیم. آنا خانوم نام زدن، به ما اصلا چیزی نگفته بود. اگه امروز اتفاقی آنا و نامزدش رو تو قصر نمیدیدم حتی خبردارم نمیشدیم. فکر کردم شما باید این موضوع رو بدونی. آنا چیزایی که شنیدم حقیقت داره. تو نامزد داری. مزاحم که نیستم. آقای اکسلانس، نه به هیچ وجه. بفرمایید بشنید. مشکلی نیست. میبینم خودتون رو گم کردیم. زخم دل برام از مریضی هم بتر. درسته. شنیدم که علیرغم توصیه های من رفتید به قصر و
با آنا پترونا ملاقات کردیم. اینطور که به نظر میرسه ملاقات خوبی نبوده. به من گفت که عاشقم نیست. میبینی؟ فقط میدونم قطعا چیزی رو داره از من پنهون می‌کنه. چی مثلا؟ نمیدونم ولی بالاخره حتما میفهممش. و به خاطر عشقم خواهم جنگید. نیکولای، آنا گفته دوستتون نداره. برای چی میخواید بجنگید؟ نمیدونم. با اجازتون توصیه‌مو تکرار میکنم. هیچ دلیلی وجود نداره برای اینجا موندنتون. درک میکنم. شما رو درک میکنم. راحت نیست. گاهی باید عقب نشینی کرد. بهتره بری روسیه. وطن میتونه عمیق‌ترین زخم‌ها رو درمان کنه. با اجازتون نیکولا. خانم معلم، زبونتو قورت دادی؟ چرا چیزی نمیگی؟ با شعار میتونی بری. البته سرورم، با اجازتون. سرورم، نام زدیم با نیکولای درسته، ولی خیلی وقته که این موضوع. پس درسته. سرورم، اصل موضوع رو میخواستم براتون توضیح دیگه بدم. کافیه. به درس ادامه بدیم. میخوام بدونم این مقاله‌ای که در مورد مالیاته چیه؟ خب بخون ببینم. خیلی خوب، شروع کن معلم. خیر موسا، به چی فکر میکنی اینجوری؟ من الان باید چی کار کنم پاشا؟ از خبرها رو گرفتی؟ آره گرفتم. خوبه دیگه. مگه چیه؟ خون زندگی تشکیل میدی و میری سراغ زندگی. پاشا من تا حالا دوست داشتن که هیچی، با یه زن 10 تا جمله هم حرف نزدم. اونم هیچی. تا حالا چهره سلطان رو ندیدم اصلا. این یعنی چی؟ چطور چهره سلطان رو خب ندیدی؟ از خجالتم سرمو بلند نکردم ببینمش. بالاخره سلطان هرچی باشه. اصلا نمیدونم خوشگله یا نه. خوشگله موسا، خوشگله. هم صورتش هم سیرتش خوشگله. حالا ببین خیلی خوشبخت میشی. پادشاه این دفعه بزرگترین امتحانو داره ازم میگیره. موسا، یهو دیدی این ازدواج تو رو عوض کرد. عاشق شعر و اینا شدی. اصلا نمیفهمم چرا باید از این موضوع با موسا صحبت کنم. به اون چه ربطی داره؟ من نفهمیدم. نکنی نامیک باشه خجالت میکشه باهات صحبت کنه؟ نه بابا، دیگه چی؟ حتما دوست نزدیکشه، خیلی براش اهمیت داره، دوست داره نظر اونم بدونه. مگه نه؟ شاید. چی شد سلطانم؟ چی میخواست بشه؟ پادشاه حقیقت رو فهمید. میدونم پادشاهمون چقدر غرور داره. دیگه از عشقشم بمیره به آنا نگاه نمی‌کنه. تصور میشه با پایین اومدن مالیات فشار از روی مردمم کمتر میشه. برای همین احتمال میره مالیات کاهش پیدا کنه.
خیلی خوب. برای امشب همینقدر کافیه. دیگه میتونی بری. سرورم اجازه بدین که توضیح بدم. نیازی نیست. ولی سرورم، مسائل عاطفی تو به من چه ربطی داره؟ تو فوقش یه معلمی دیگه. ارزشمند بودنت به خاطر رسیدگی به بچه همه. غیر از این هیچ اهمیتی برام نداری. حق با شما سرورم، ولی گفتم میتونی بری. بالاخره پادشاهمون فهمیدن تو چطور زنی هستی. منم تا این حدشو حدس نمی زدم. اگه می دونستم اینقدر با تو وقتمو هدر نمی دادم. این چه وضعیه؟ آیبری، اگه میدیدی چیا بهم گفت، چطور نگاه میکرد، باورت نمیشه. فکر میکنه نیکولای نام زدم، حتی بهم گوش نکرد. یکم صبر کن، سری ناراحت نشو. عصبانیتش به خواب گوش میکنه. نه، فهمیدم اون دیگه منو نمیخواد، دیگه نمیخواد. آنا، ای بابا نمیفهمم، مگه تو خودت هم همینو نمیخواستی؟ آره، همینو میخواستم، ولی بس چرا اینقدر دارم عذاب میکشم؟ سلطانم، مجلس مشورت امروز برای اولین بار برگزار میشه. اوضاع چطوره؟ یعنی چری حرفای لازم رو زدن. از همین حالا اوضاع به هم ریخته است. خوبه. این مجلس نباید به جایی برسه. شما نگران نشید سلطان. طرفین با حرفای من انقدر به هم ریختن که خودم هم نمیدونم چه فاجعه‌ای قراره به بار بیاد. انشالله آقا خلیل. این اولین و آخرین جلسه باید باشه. امروز مجلس برگزار میشه نامیک پاشا. همونطوری که به وزیر گفتم به تو هم میگم. در حین مشورت طرف هیچ کسی رو نباید بگیری. معقول باش که همه بتونن دردشون رو کامل بیان کنن. چشم سرورم. ببخشید، یکم بدحال به نظر میایید. یه موضوعی خیلی ناراحتم کرده. تا صبح نشستم و فکر کردم. اما اگه سختم باشه باید کاری که درسته رو انجام بدم. قشنگ خل شدی موسی. سلام علیکم. روز خوش. همچنین آقا موسی. چیزی شده؟ در واقع خوب شد دیدمتون. بعضی چیزا رو از حالا باید صحبت کرد در موردش. مثلا موضوع خونه.
بعد از ازدواج کجا دوست دارین زندگی چه کنین؟ ربطی داره آقا موسی؟ چرا باید اینو به شما بگم؟ این موضوعات به من مربوط نیست؟ نه متاسفانه. خب وسایل تو وسایل میتونم دخالت کنم؟ یعنی منظورم از دخالت اینه که حرف میشه زد وگرنه چیز نشه. آی آقا موسی، چرا باید از این موضوع با شما حرف بزنم؟ من نمیفهمم. عجیبه ها. من زبون زن جماعتو نمیفهمم. اسما خیره جایی داری میری؟ نه والدم، من نمیرم، تو میری. من مریضم، چطوری برم؟ واسه خرابکاری خیلی حالت خوب میشه والدم. از پس سفرم برمیاد. معلومه که تو عصبانی هستی. اول بشین حرف بزنی، اگه لازم شد میرم. ریحان، والدم رو تا کالسکش بدرقه کنید. اسما بفرمایید. نیازی نیست، من خودم میرم. از این کارت خیلی پشیمون میشی. ما باید اول بریم قصر. بسیار خوب، آروم. بهتر آروم باشید آقایون. پادشاهمون این مجلس مشورت رو برای مذاکره در خصوص موضوعات مربوط به آینده مملکت و مردم دایر کردن. فکر و نظر همتون رو شخصاً خواستن بدونن. اگه به هم احترام بذاریم موضوع لاینحلی باقی نمیمونه. با آرزوی خیر و خوشی. موضوع اول تعالیم اصلی و اصولی. بفرمایید. خواهش میکنم هر کسی به نوبت نظرشو بگه. این تعالیم اصلی و اصولی که میگید غیر تعالیم کفار چیه؟ از کی تا حالا ما جنگ از دشمن یاد گرفتیم؟ این کار شدنی نیست. ما به عنوان ینیچری با این تعالیم کفار کاملا مخالفیم. آقا نمیشه خورشید و با گل پوشوند. وضعیت ینیچری مشخصه. این همه سال با اصول و تعالیم خودتون پیروزی پشت پیروزی کسب کردین؟ شما حق توهین ندارین. بشینید سر جاتون، صداتون رو بیارین این پایین. نیست. آرومتر، ساکت باشین. با شمام بس دیگه، این کارو نکنید. ساکت باشید ببینم. ساکت باشین. اینجوری نمیشه مذاکره کرد. یکی یکی حرف بزنید ببینم چه اتفاقی افتاده. همتون رجال دولتی هستید مثلا. این اتفاق نمیافته. هیچ وقت اجازه نمیدیم همچین اتفاقی بیفته. این درست نیست. این اتفاق صداتون رو بیارین پایین. شما حق ندارید. بله. کامان سوا. سوا بیان. بونژور مادمازل. انبر آقا تو هم چه هنرایی داشتی. ممنون سلطانم. خانم معلم یه زنگ تفریح بدین، پادشاه منتظرتونه. ایشالله خیره. والا اونشو نمیدونم دیگه، دستور داد منم دارم میگم. باشه بچه ها زود برمیگردم. چی شده؟ خب حالت خوب شد کبوتر؟ بالاخره همه چیو بهش میگم. خب برو ببینم خیر ایشالله.
داشتیم راجع به تو حرف میزدیم. نیکولای تو اینجا چی کار میکنی؟ من گفتم بیاد. متوجه شدم که معلمی تو مانع از ازدواجش نشد. پس نصبر. اجازه حرف زدن ندادم بهت معلم. حالا بدون اینکه بفهمیم مانع ساختن یه آشیونی شدیم. پس برای ساختن مجددش وظیفه منه به عنوان پادشاهتون کار عروسیتون هرچه زودتر سر و سامان بدم. هزینه عروسیتون رو شخصا پرداخت میکنم. تو این فاصله میتونی با بچه‌ها خداحافظی کنی.